سلام، امروز اومدیم با یه فیلم ممنوعه دیگه. برای حمایت از ما ممنون میشم چنل رو ساب کنید و ویدیو رو لایک کنید. داستان فیلم در مورد ادل، دختری دبیرستانیه که پدر و مادر او توجهی به احساسات او ندارند. ادل که تنها نیست و دوست پسر دارد ولی در رابطه سردرگم است. وقتی که دوستای ادل در مورد رابطه‌ای که اوج لذت رو میبرن حرف میزنن ولی ادل هیچ احساسی در رابطه نداره، تا اینکه یه روزی اتفاق دختری رو میبینه و نگاه هر دو به هم گره میخوره. وقتی که شب میخوابه خواب اون دختری رو که دیده بود امروز رو میبینه که در حال بوسیدن اونه. ادل با یکی از دوستهاش در مورد این اتفاق صحبت میکنه و دوستش میگوید که تو زیباترین دختری هستی که تا به حال دیدم و اونو میبوسد. ادل که از این کار خوشش اومده دوباره میخواهد این کارو کند و دوستش خودش رو عقب میکشد و میگوید که یه اشتباه بوده و اصلاً اونجور آدمی نیستم. ادل که ناراحت شده دوستش بهش میگه که در مورد این موضوع با کسی صحبت نمیکنه. دوستش که فهمیده ادل همجنسگراست اونو به یه کلوپ همجنسگرا میبره. وقتی که وارد اونجا میشه اون دختری که تو خیابون دیده بود رو اونجا میبینه. اونا که با هم صحبت میکنن اما دختر موآبی که فهمیده ادل به سن قانونی نرسیده و اولین بارشه که میاد. اونا که تازه با هم آشنا شده بودن شماره ادل رو اما میگیره. ادل از اما میپرسه اولین باری که با یه دختر خوابیدی چند سالت بود؟ با خنده گفت اولین بار 14 سالش بود. اون هم دوست دختر داشت هم پسر ولی از دختر خوشش میومد. اونا که با هم آشنا شده بودن به خونه اما میرن و این رابطه ادامه داشته تا اینکه اما مجبور به آماده کردن گالری میشه و ادل هم داخل یک مهد کودک مشغول کار میشه و اونجا یکی از همکاراش بهش علاقمند میشه و بهش پیشنهاد شام میده. اما ادل دعوت اونو قبول نمیکنه. ادل و اما داخل خونشون یه مهمونی میگیرن. اما که سرگرم دوست شده ادل رو تنها میذاره. داستان با خیانت کردن یکی از آنها پایان مییابد. اگر این فیلم رو نگاه نکردید حتما تماشا کنید. لطفاً برای حمایت از ما چنل رو ساب کنید و ویدیو رو لایک کنید.